به نام خدا. سلام. زیرنویسدار کردن اتوماتیک فیلم‌های فارسی توسط یوتیوب. اگر از یوتیوب استفاده کرده باشید، فیلم‌هایی که به زبان انگلیسی هست، پایین اینجا یک گزینه کپشن که داره، حتی اگر زیرنویس واقعی وجود نداشته باشه به صورت اتوماتیک جنریت میشن. این برای زبان فارسی در دسترس نبود که خوشبختانه اخیراً این امکان را برای زبان فارسی هم فراهم کرده که خیلی میتونه کاربردی باشه. حالا چطوری ویدیویی که من دارم رو به صورت اتوماتیک زیرنویسش رو ایجاد بکنم؟ خب وارد اکانتتون میشید و بعد از اینکه ویدیو رو آپلود کردید، پایین ادیت ویدیو داره. در این ادیت ویدیو بزنید میرسید به استودیو و در این قسمت دنبال ساب تایتل بگردید. اینم ساب تایتلز. ببینید یه دونه پرژن اتوماتیک کپشن جنریت شده. اینجا یه گزینه ادیت داره، اینو میزنیم، یه کادری باز میشه که یه ادیتور ساب تایتل. اصلا خیلی خیلی گزینه خوبیه و شما اینجا میبینید بر حسب تایمی که میگذره کافیه من اینو پلی کنم و محتوایی که جنریت شده رو ببینم. اینجا هم خود زیرنویسان نمایش داده میشن. نام خدا. سلام. معرفی اندنوت کلیک، دانلود آسان پی دی اف مقالات. بریم ببینیم چی هست اصلا این ابزار. یه ابزاری بود به نام کوپرنیو که در سال 2018 خب ملاحظه می‌فرمایید که خیلی عالی، شاید بشه گفت بیش از 95% دقت داره این روش. دیگه تا آخر فیلم باید برید هر جا که فکر کردید نیاز به اصلاح داره به راحتی میتونید این رو اصلاح بکنید. حالا هرچی اینا درسته، مثلا حالا یه کلمه ای رو انگلیسی باید بزنید، مثلا اکستنشن رو ممکنه تصمیم بگیرید که انگلیسیش رو بزنید. همه چی امکان پذیر هست. تا آخر میرید و تموم میشه. یه روش اینه. بعدم پابلیش رو میزنید دیگه، مردم میبینن اون فیلم رو. من فعلا پابلیش نمیزنم چون نیاز به ویرایش داره. یه گزینه دیگری که میتونید استفاده بکنید اینه که اینو دانلود بفرمایید. حالا به فرمت های مختلف، SRT معروفتر از همه هست. خب اینو که دانلود کردید، اینجا نوشته کپشنز. SRT رو شما با نوتپد میتونید باز بکنید. ببینید خیلی راحت اینجا تایم رو نوشته به علاوه اون محتوا. حالا اینجا هم میتونید ادیت بکنید. تایما رو کاری نداشته باشید ولی اینا رو میتونید ادیت بکنید. مثلا اند نوت کلیک رو شاید دوست داشته باشم انگلیسیش رو بنویسم. کنترل ایتس رو زدم، کلیک، اند نوت کلیک، ریپلیس اول. میبینید همه اون فارسی ها شدن انگلیسی و این خوبه. بعد از اینکه حالا درست شد همین رو میتونید اونجا آپلود کنید یا در جای دیگری استفاده بکنید. خود این اگر همنام بشند، من اگر اینو باز کنم قاعدتا باید زیرنویسش دیده بشه. نام خدا. سلام. معرفی اندنوت کلیک، دانلود آسانه با یک بلند. این حالا اینکه اینا چرا این شکلیه، خود پلیر قابل تنظیم هست که حالا بک‌گراند داشته باشه، سفید باشه، سیاه باشه و بنابراین از این گزینه ساب تایتل شما میتونید استفاده بکنید برای زیرنویسدار کردن. طبیعتا نیاز به ویرایش داره ولی خیلی خیلی فرق میکنه زمانی که شما بشینید از ابتدا همه اینا رو تایپ بکنید. متشکرم از اینکه به این فیلم توجه فرمودید. خدا نگهدار.